به نام خدا، من دکتر نوری هستم، مدیر بیمارستان عرفان و مسئول هماهنگی بیماران بین‌الملل بیمارستان‌های عرفان. ما در بیمارستان‌های عرفان و عرفان نیایش در تهران با حداکثر ظرفیت و امکانات و تخصص‌ها و مهارت‌های لازم و تجهیزات لازم با پیشرفته‌ترین و به‌روزترین امکانات و بهترین پزشکای برند کشور آماده پذیرایی از و ارائه خدمت به کلیه بیماران بین‌الملل از هر جای دنیا که تشریف میارن هستیم. ما امیدواریم که بتونیم بهترین خدمتی که میتونن دریافت کنن رو بهشون ارائه بدیم و با خاطره خوش از بیمارستان ما خارج بشن. متشکرم. ما در بیمارستان‌های عرفان که شامل بیمارستان عرفان سعادت‌آباد که در حال حاضر در اونجا حضور داریم و بیمارستان عرفان نیایش با مجموع بیش از 500 تخت و تقریبا تمامی تخصص‌های پزشکی، جراحی، امکانات خیلی گسترده‌ای برای ارائه خدمات پزشکی در بالاترین سطح ممکن در پیچیده‌ترین موارد برای بیماران بین‌الملل طراحی و تهیه کردیم و این اتفاق داره به صورت روزمره رخ میده و میتونم خدمتتون عرض کنم که ما تمامی تخصص‌ها به جز جراحی‌های چشم برای ما در بیمارستان‌های عرفان قابل انجام هست و پیچیده‌ترین جراحی‌ها رو توی هر رشته‌ای ما این امکان رو داریم که انجام بدیم. جراحی پیچیده قلب، مغز و اعصاب از جمله جراحی‌های پارکینسون، جراحی‌های تومورهای نخاعی، تومورهای مغزی، تومورهای قاعده جمجمه، جراحی‌های پیچیده گوش و حلق و بینی از جمله جراحی‌های پیچیده تومورهای سر و صورت، علاوه بر اون جراحی‌های زیبایی سر و صورت، همه اینها قابل انجام هست. عمل‌های اینترونشنال قلب شامل اینترونشنال قلب بزرگسالان، فنرگذاری، باز کردن رگ‌ها اصطلاحاً و عمل‌های اینترونشنال مادرزادی کودکان، اینها برای ما به راحتی قابل انجام هست و پزشکان فوق تخصصی در این زمینه داریم که تقریبا میشه گفت که خیلی منحصر به فرد و یونیک هستند در کشور. کلیه عمل‌های اورولوژی، تومورها، سنگ‌ها، اینها همه در بیمارستان‌های عرفان قابل انجام هست. جراحی‌های چاقی کلیه روش‌هاش شامل اسلیو، بایپس و سایر روش‌های جراحی‌های چاقی و جراحی‌های کاهش سایز، انواع اقسام ساکشن‌ها، اینها توی بیمارستان‌های عرفان به صورت روزمره داره انجام میشه. کلیه اقدامات جراحی‌های زنان و ناباروری‌ها و درمان ناباروری توی بیمارستان‌های عرفان با تمامی روش‌های موجود و استانداردش و به‌روزترین دستگاه‌ها به صورت روزمره داره انجام میشه و علاوه بر اینها ما پروسیجرها و عمل‌های مینور زیبایی، دندانپزشکی، رادیوتراپی، مراقبت‌های زخم و سایر موارد جزئی و مینور و مهم رو در بیمارستان‌هامون انجام میدیم. ما سالانه حدود 1400-500 مراجعه از کشورهای دیگه به بیمارستان‌های عرفان به هر بیمارستانمون داریم که توی هر بیمارستان حدوداً 200 تا 300 بیمار از این مراجعات بستری میشوند و خدمات بستری به اونها ارائه میشه. بیشترین مراجعه‌مون از کشورهای عراق، افغانستان، عمان، آذربایجان و سایر کشورهای خلیج فارس و تا آفریقا، اروپا، آمریکا و استرالیا حتی در واقع ما مراجعه داریم و فرایند ورود و پذیرایی از بیمار از بدو ورود به بیمارستان حتی این امکان که از در واقع مرز یا از فرودگاه تحویل بگیریم رو داریم، امکان این که در واقع براشون اقامت فراهم کنیم رو داریم و تمام امکانات رفاهی رو میتونیم براشون هماهنگ بکنیم. اما کار اصلیمون بحث درمان هست که از لحظه ورود به بیمارستان مسئولیت اصلی ما شروع میشه و با حداکثر امکانات رفاهی، با حداکثر احترام و آرامش بیمار به تخت خودش راهنمایی میشه و کلیه پروسه های مالی تسهیل شده هست برای بیماران بین‌الملل و امکانات ویژه VIP برای بیماران بین‌الملل در نظر گرفته شده و از این لحاظ میتونیم این اطمینان رو بهشون بدیم که با خاطره خوش به امید خدا از بیمارستان ما و با بهبودی قابل توجه و با اون هدفی که دارن خارج بشن. علاوه بر این ما بعد از خروج، بعد از ترخیص بیماران رو پیگیری میکنیم از طریق در واقع نمایندگی هایی که داریم توی کشور مبدأشون یا از طریق در واقع شرکت هایی که تو این زمینه به ما کمک میکنن
بیمارا رو پیگیری میکنیم، شرایطشون رو و تو مراکزی که توی کشورهای خودشون طرف همکاری با ما هستن میتونن هر مشکلی داشتن خدمت بگیرن و اگر نیاز بود برای مراجعات بعدی هماهنگ بشن و دوباره به بیمارستان ما مراجعه کنن. خیلی متشکرم.